بعد از اون یعنی قبل از اون منصورم. خاورمیانه من اینجا جندره پلکی به شما بگویم که خاورمیانه خیلی خیلی آرامه، مخصوصا سوریه و جمهوری اسلامی ارومیه که اصلا آب از آب تکان نمیخوره. شما اصلا گول رسانه های استکبارانه نخور. آدم که نباید گول بخورد، گول باید آدم را بخورد. بحث آب خیلی بحث مهمه. اگر آب نباشد که نمیتوانیم شنا میکنیم. اگر هم شنا نمیتوانیم بکنیم که غرق میشویم. اون وقت خر بیاوره بقاله بار میکن. البته بسیج در صحنه هست، تو فقط بقاله بار میکن. بعضی باز تو دراز نگاه کرده؟ آخه پرونده ای تو چی دست منه؟ بدبختی بنوا، تو همانه که یک بار شیر خط انداخته، شیر آمد ترسید فرار کرده. آخه اون شیر سکه ترس داره؟ خب سکانی برگردن چی خطش روی باشه. من یک شب با مقام ازما آقای خامنه‌ای قدم میزده. فضای خیلی عرفانی‌خ بود. شب بود و خورشید در آسمان میدرخشید. خلاصه یادم افتاد که به اون روز که زنگ زدند گفتند که امام مرده زود بیا تهران. گفتم دروغ میگید، یک خبری شده شما به من نمیخواهید بگویید. گفتند خبر امام مرده دیگه. خلاصه من گفتم که امکان نداره چون که سابقه نداشته. خلاصه من بردند تهران، توی اون ساختمان سه هتل. رفتیم هتل، صبح رفتیم صبحانه میخوریم، دیدیم نوشته از ساعت 5 تا 11 صبحانه، از ساعت 11 تا 5 عصر نهار، از 5 عصر تا 12 شب شام سرو می شود. پس من کی وقت میکنم بروم مرقد امام؟ من توطئه کرده که مرقد نروم، دستشم بشکند از زانو. خلاصه مرقد نرفتیم، برگشت ارومیه. تو همانه که با قطر میرفتی مشهد، بعد اون که روبروی تو صندلی نشسته بود داخل کوپه به او میگفتی که زیارت قبول از مشهد برمیگرده. شما رو چاره قدم مشکل بودی. البته الان که دموکراسی نظام پیشرفته کرده خود مقام ازما از قبل میشماره. اون دفعه رفته بودی برای تقلب رای بنویسی، یک پوستری با دوار بود که مال مجلس ترحیم آدم که مرده بود. این فکر کرده بود کاندید مجلسه. 2000 رای برایش نوشتم. اون چیز گرفتی، اون چیز احمدی نژاد به من داد روی سینم. میداد داده، میتکال داده، چی داده؟ ها میدال داده. از اون بر اون به من اون داده. از اون ور به مقام ازما پارس کرده، وقت کرده. اون دعوت ملا حسنینی جیت کرده.